ما به اشرف غنی رفتیم ورشان گفتیم که دکتر صاحب محترم تلفات نظامی و ملکی بسیار به سطح بلند رفته و ما گفت که این ملیشه است بان کشته شود. ما اون وکیل صاحب یاد وکیل صاحب است که ما در پارلمان اونمو وقت 19 امضا را جمع کردیم و اشرف غنی را بیس خانی ملی گفتم که خانی ملی است، چون اونا به اردوی ملی افغانستان با پلیس ملی افغانستان و کسانی که ناحق به شهادت میرسد با اونا ملیشه خطاب کرد. آقای اشرف غنی همین گپ را مستقیم به شما گفت درست؟ بله مستقیما ما رفته بودیم. حاجی صاحب ظاهر قدیر بود، همایون بود، لاله امیدزی بود، ناصر محمد وکیل کندهار بود، چند تا نفر دیگر رفتم. ما مایک گرفتیم و درباره تلفات نظامی اردوی ملی و پلیس ملی و تلفات ملکی صحبت کردم. برشان گفتم که به حد خطرناک است. اینا بعدن وقتی که مجلس خلاص شد و ما گفت که گوشت نزدیک به پشتو گفت که بان ایمان ملیشه است. تا وقتی که ملیشه در افغانستان باشه، ببینی وقتی که رئیس جمهور از یک طرف با مادر سرباز اردوی ملی زنگ میزنه و به نام از بس سیاست میکنه و از دیگر طرف اینا در ذهنیتش اینا ملیشه گفته. پس شما اونا چطور بتانه که یک روز از روزی که کاندید بود تا روزی که از افغانستان میره یک کلمه گپ راست گفته؟ کی میتونه که ثابت کنه که این گپ اشرف غنی راست بود؟ این گپ اسدالله خالد بوانی پاتمر و معصوم سانکزی و مهیب راست بوده؟ اینا را خداوند به غضب خود مبتلا کنه و مبتلا شده امروز ملت افغانستان به بدبختی و به دربدری سوق کرده.